سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. توی این سری رفتیم سراغ مرور درس های گرامر از سری کتاب های امریکن انگلیش فایل. از کتاب استارتر سطح 0 در واقع شروع کردم که حالا کسایی که زبان رو تازه شروع کردن هم براشون مفید باشه. میریم مستقیم سراغ درس. بچه آخر کتاب اون بخش آبی گرامر بانک جایی که درس گرامر رو به صورت خلاصه با تمریناش براتون گذاشته. همیشه صفحه اول درس، صفحه دوم تمرین است. خب درس اول راجب چیه؟ راجب فعل to be که همونطور که میدونید به معنای چیه؟ بودن. یعنی به فارسی راحت بخوام بهتون بگم میشه بودن. فعل to be. فعل to be توی زمان حال ساده 3 شکل به خودش میگیره. خب میشه am, is and are. am, is, are. که حالا چرا 3 شکل مختلف به خودش میگیره؟ چون توی شخص های مختلف، یعنی برای فاعل ها، سبجکت های مختلف، این فعل خب تغییر میکنه. مثلا اگر سبجکت یا فاعل جمله من I باشه فعلا میشه am. اگر فاعل جمله من she, he, it یا هر فاعل دیگری که سینگولار یا مفرد هست باشه، در واقع فعل to be من تغییر میکنه به is. و اگر فاعل های جمله من you, we, they باشن میشه are. و یا هر فاعل دیگه‌ای که حالت پلورال یا جمع داره. حالا یه نکته داریم اینجا بچه ها، همونطور که میدونید ما 2 یو داریم توی انگلیسی. یه یو میتونه تو، شخص تو که یک نفر هستی، سینگولار هستی، رو مورد خطاب قرار بده که اونجا هم دوباره ما میگیم you are. حالا چه تو یک نفر باشی چه من با جمعی از یو ها دارم صحبت میکنم، اونم میشه you are. پس فرقی نمیکنه که توی در واقع فاعل یو فرقی نمیکنه تو یک نفر رو داری خطاب قرار میدی یا چند نفر رو. فعل من در هر صورت برای یو چی هست؟ آر. بریم سراغ مثالایی که کتاب برامون زده. I am Helen. You are Tom. I am not Ellen. You are not Dom. بچه ها پس از اینجا من میفهمم اگر من بخوام خودم رو معرفی کنم میتونم از فعل to be استفاده بکنم. I am Luna. You are my student. حالا بریم سراغ contraction ها. contraction یعنی در واقع جمع شده یا مخفف شده یک چیزی. جمع منظورم کوچیک شده هست، نه اینکه چیزی با چیزی جمع بشه. یعنی یه چیزی رو کوچیکش کردیم، جمع و جورش کردیم، contractش کردیم. I am شده I'm. I میاد، A رو دیگه نمی نویسم، apostrophe M. You are شده you're. در واقع A رو نمی نویسم، apostrophe میاد و میشه you're. I'm not. You aren't. بچه دقت کنید ما I amn't نداریم یعنی وقتی که تو حالت منفی رو بخوای contraction به صورت contraction در واقع بنویسی I amn't نداریم مثل you aren't. اوکی باید بگی I'm not. اینجا not کامل میاد، مخفف فقط همون قسمت I am میشه I. خب حالا پس تا اینجا ما فعل to be رو یاد گرفتیم. گفتیم I با am میاد، she, he, it با is میاد، you, we, they با are میاد. حالت منفی اینا رو یاد بگیریم دیگه. اینجا منفی ها رو به همون گفته بود. بچه ها جمله هایی که با فعل to be هستن رو بخوایم منفی کنیم یه not بعد از فعل to be میارم. درست شد؟ پس یک not در واقع بعد از فعل to be میاد. کجا قرار میگیره؟ بین فاعل من، سابجکت من و فعل to be من. پس میشه چی؟ I am not. contractionش چی بود؟ I'm not. اینا میشن چی؟ You are not. contractionش چی بود؟ You aren't. درست شد؟
خب بریم سراغ مثال های کتاب. ببین یه نکته مهمی رو کتاب گفته I'm Helen not I'm Helen با آیه کوچیک. حواسم باشه جمله رو که من دارم شروع میکنم، اولا که ما هم بودیم جمله رو شروع میکنیم با حرف بزرگ و I هم که همیشه، یعنی I به معنای من، سابجکت من همیشه با حرف بزرگ. اینجا هم گفته که I'm Helen Am I Helen. Am I Helen که حالت سوالیش، حالا جلوتر بهتون میگم. Negative contractions، چیزی که بالا راجع به صحبت کردیم. I am not نمیشه I amn't، میشه I'm not. You are not You aren't. این برعکس اون میشه You aren't، ولی You are not هم میتونیم بگیم، یعنی تو You are not رو میتونی به دو شکل کانترکتش بکنی، کوچیکش بکنی. یا میشه بگی You aren't یا You are not، یعنی not رو کامل بیاریم مثل I'm not، ولی I amn't نداریم. بریم سراغ حالت سوالی این در واقع مدل جمله ها. اوکی، جمله من چی بود؟ I am، مثلا I am Tom. برای اینکه من اینها رو سوالی بکنم میام چی کار میکنم؟ جای دوتا رو با هم عوض میکنم، جای subject و verb، فعل و فاعل با هم عوض میشه به همین راحتی. پس چی میشه؟ میشه am I Tom، یا دونه دیگه You are بزرگ شد My student. خودت سوالیش کن ببینم. قرار شد که جای در واقع فعل و فاعل من با هم عوض بشه، چی میشه؟ آفرین. Are you my student؟ پس فعل من اگر to be بود چیکار میکنم برای سوالی کردن؟ جای فعل و فاعل خیلی راحت عوض میکنم. بخوام جمله رو منفی کنم چیکار میکنم؟ یه not بعد از فعل to be میذارم به همین راحتی. بیا اینجا ببین. Am I in room number 2? Are you Mike? Yes you are. Yes I am. No you aren't. No I'm not. جوابای در واقع short answer، پاسخهای کوتاه مثبت و منفی داده. Am I Tom? Yes I am. No I'm not. Are you my student? Yes you are. No you aren't. راجع به word ordering question صحبت کرده، ترتیب در واقع کلمات توی سوالی ها، که در واقع همونی هست که بهتون گفتم. I am فعل و فاعل جابجا میشن am I. You are فعل و فاعل جابجا میشن are you. این از وان A. میریم سراغ درس وان B. وان B تمرکزشو گذاشته روی این حالت she, he, it که با is میاد. he, she, it. بریم جمله ها رو ببینیم. بذار من رنگ هایلایترم عوض کنم، چه رنگی کنم؟ صورتی میکنم. خب I am from the US. I am from the US. بچه یه نکته خود ادوانس بگم. US or United States or USA این همیشه کشوری که با D میاد. اوکی؟ در واقع the US. I am from the US. You are from Peru. اما وقتی که فاعل من he, she, it هست با is میاد. He is from Brazil. She is from Spain. It is from China. آیا اینها هم contraction دارن، یعنی فرم کوتاه شده دارن مثل I'm و your؟ بله که داره. his, she's, its. یعنی I حذف میشه از is و یا apostrophe جاش قرار میگیره. his, she's, its.
I'm from the US, you're from Peru, he's from Brazil, she is from Spain, it's from China. اینجا هم توضیح داده که he برای آقایون استفاده میشه، she برای خانوم ها استفاده میشه، it هم برای حالا اشیا، حیوانات، اینها. خب بریم مثال بزنیم سوالی و حالت منفیشو خودم اول بهتون بگم. میگم she is from Iran. مثل همون حالت قبل اینجا هم میام جای فعل و فاعل subject و verb عوض میشه. بگو ببینم میشه چی؟ Is she from Iran؟ علامت سوال question mark. Very good. منفیش هم گفتیم چی؟ همیشه بعد از فعل to be not قرار میگیره، پس میشه she is not from Iran. یه مثال دیگه میزنم خودت جواب بده. بگیم چی؟ She is beautiful. منفیشو بگو اول. She is not beautiful. سوالیشو بگو. Is she beautiful? Very good. پس مثل همون حالت قبل توی سوالی فعل و فاعل عوض میشه جاش و برای منفی هم not بعد از چی میاد؟ بعد از فعل میاد. بریم مثالا رو بخونیم. I am not from Canada. contractionش کوتاه شدهش چی شده؟ شده I'm not from Canada. You're not from Vietnam. You aren't from Vietnam. He is not from Korea. He is not. contractionش he isn't from Korea. She is not from Japan. She isn't from Japan. It is not from Mexico. It isn't from Mexico. این پایین توضیح داده بهت گفته he is not. contractionش میتونی بگی he isn't or he is not. اوکی اینم دو حالت داره contract کردنش. سوالیاشو گفته is she from Chile? Is she from Turkey? Is it good? Yes he is. پاسخهای کوتاه مثبت و منفی. Yes he is. Yes she is. Yes it is. No he isn't. No she isn't. No it isn't. بچه پاسخ کوتاه دادنم همیشه نگاه میکنیم ببینیم جمله با چی سوالی شده. Is he? He is. Yes he is. No he is not. جمله اینجا با چی سوالی شده؟ Is she from Turkey? Yes she is. No she isn't. از همون استفاده کرد پاسخ کوتاه داده. همون در واقع فعل و فاعل ببخشید فاعل و فعل هم میاد. subject و verb هم میاد. راجب word order ترتیب کلمات توی جمله گفته که ما هم بهتون گفتیم. She is from Argentina. حالا سوالیش اینا جا به جا شدن. Is she from Argentina? اوکی. حالا ما یه مدل سوالی هم داریم، یعنی این سوالا که تا الان میپرسیدیم yes no question هستن دیگه. آیا اون اهل فلانجاست؟ آیا اون فلانه؟ آیا همش آیا یا همون تو انگلیسی میگیم yes no question. ما اسم سوال هم داریم که با WH question ها میان مثل where, who, why, when, okay, what. با اینا میان. اینا رو چجور سوالی کنیم؟ ترتیب کلمات توی اینا اینجوریه که اول WH question word من میاد، بعد چی میاد؟ بعد verb من one is. بعد چی میاد؟ بعد حالا چیزی که میخوام راجبش سوال بکنم. What is your name? Who is she? دیگه where are you from? دقت کن ما بالا میگفتیم که وقتی که جمله رو میخوایم سوالی بکنیم فعل میومد اول جمله. اینجا هم همینه.
میبینی فعل در واقع همون اول جمله است، فقط فرقش با اون قبلی چیه؟ اینه که اون WH question اومده اول جمله قرار گرفته. اوکی. What is your name؟ یعنی توی سوالات yes no question ما اول جمله فعل رو داشتیم، اینجا حالا اول جمله اون WH question اومده بعد فعل اومده. مثال رو ببین. With what and where. سوال پرسیده What's your name? Where are you from? Where's he from? Where's he from? Contract کرده. Where is he from? Where's he from? What is your name? What's your name؟ اینا کوتاه شدهشو براتون نوشته. خب اینم از درس 1B. اگر سوالی چیزی دارید برام کامنت کنید. بچه این تمرین‌ها رو حتما حل بکنید که گرامر کامل براتون جا بیفته.